با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با ریزقی فراوانش ماهی رمضان آمد. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد. اینا سینا با شما معلوم است الحمدلله که خدا خواهد بعد هفته آینده انشاءالله یکی ماه مبارک، ماه شریف رمضان الحمدلله ما شما پیشواز میگیریم. به این مناسبت اولا هر یکی ما شما را تبریک و مبارک. بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم میگن کسی که به داخل شدن ماه مبارک شریف رمضان خرسند شود، شاد شود، الله سبحانه و تعالی حرام میگردند جسدش بر آتش دوزخ. شاعر میگه ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مؤمنان بوی. میکتاب سوره مائده 90 آیت چه خوند؟ الله سبحانه و تعالی 4 چیز حرام کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم. ماشین شبای دادگی است از روی قیمت. خدا دانست که زیانش مؤمن است، خدا حرامش کرد. انصاب میگه بود پرستی حرام. عزیزی من بود پرست نشو. حالی ما بود پرست داریم امروز. زنی بیچاره تا سوالش میگوی کاش که کلمه نمیفهمه بیچاره با اینا با خسر میشه که مالدیز گفتی ای رحمت زحمت گفتی اگر بدونه گریون میخفه که اسپورت کنه. این الله میسنجد میدانه روزا برای چی فرض شد. الله سبحانه و تعالی بینن عقل بخشنده و بخشنده مهربان. حمد و ثنا مر خداوند را که نور ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست صاحب عزت و طاعت. نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر. اولا ما اهل خاندان و مناسبت فرا رسیدن انشاءالله مولود کودک که نام باشد عقیقه است، تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی به این اهل خاندان دائما تنصیحاتی خاطر جمعی فیض و برکات در خاندان شد و این کودک هم خداوند خودش عمری دراز رزقی فراخ کرد و در آینده یکی از عالمان و قارئان و یکی بلبلانی قاری قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم شدنش را الله نصیب بدارد و این روز خرسندی با کل خاندان ما و شما الهی مبارک باشد. رشته سخن انشاءالله به یکی قاریان محترم، یکی انشاءالله بلبلان سخنمین شاخت برادر میتیم، یک چخچق میکنن یک راحت میکنیم انشاءالله. بس سخن چکا میکنیم انشاءالله ادامه میدیم. مرحمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء
يصيب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. اللهم آت علما نافعا ونعوذ بك من العلم لا ينفع. الله أكبر. الحمدلله. بدی شنیدنی سخن خدا جل جلاله قلب انسان در جنبش می آید. عزیزان من، عیناً امروز صحبت ما و شما معلوم است الحمدلله که خدا خواهد بعد هفته آینده انشاءالله یکی ماه مبارک، ماه شریف رمضان، الحمدلله ما شما پیشواز میگیریم. به این مناسبت اولا هر یکی ما شما را تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی این ماه برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم ماه مبارک بگردوند و یک چند سخن انشاءالله درباره این ماه خدا خواهد پر فیض و پر برکات و درباره انشاءالله که درباره صلوات محمدی صلی الله علیه و سلم که صلوات گفتیم انشاءالله با شما عزیزان هم صحبت میشویم. البته انشاءالله الله سبحانه و تعالی مناسب بیند من هفته های آینده در تمام روی دنیا، نه بلکه در یک ازبکستان زمین ما و شما، بلکه در تمام دنیا پیشوازگیری ماهی انشاءالله مبارک شریف رمضان انشاءالله ادامه میکند. البته شما میتونین از این روز سر کرده انشاءالله هر یک خدا خواهد فردی مسلمان یک دیگر شه و این مناسبت باید که تبریکات کند، باید مبارکباد کند. چون که پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم میگن کسی که با داخل شدن ماه مبارک شریف رمضان خرسند شود، شاد شود، الله سبحانه و تعالی حرام میگردند جسدش بر آتش دوزخ. کسی که خرسند شود که غمگین نشود که ماه شریف رمضان اومده اگه ما ای خوردن، ای آشامیدن، ای توی ها از مرکه ها محروم میشوده، برعکس یا که روزه میگیرفته خفه نشیده اگر خرسند شود انشاءالله خدا خد. این ماه انشاءالله باید پیشوازی، با یک شادی، با یک خرسندی انشاءالله خدا خد پیشواز گیریم. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم میگن اگر امتی من میدانستند که در این ماه مبارک چقدر شرف، چقدر مرتبه، چقدر درجه دارد، هر آینه آرزو میکردن که یک سال روزه باشد. میدانید سببش چی؟ دعای شما اجابت. هر دعایی که انشاءالله در ماه مبارک شریف رمضان میکنه البته الله اجابت میکند. عمل شما خدا خواهد مضاعفاً. شما اگر 30 روز روزه را گیرید میدانید الله سبحانه و تعالی یک ساله روزه داشته که ثواب میتید. چون که خدا حق سبحانه و تعالی به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم محمد شانس داد. چون که عمرای ما و شما عزیزان کوتاه است، 50 و 60 سال عمر داریم، یک ثواب نه 10 وعده کردگی است. 30 روز ماه شریف رمضان یک ساله ثواب دارد. بعد ماه شریف رمضان کسی میتواند 6 روز اگر ماه شوال روزه گیرد 6 روزش 60 روز میشود، 360 روز روزه گرفته گیرد، ثوابش الله سبحانه و تعالی در نامه اعمال شما کتابت میکنند. این بخت نیست؟ الحمدلله در این ماه تمام دروازه های جنت شاده می شود، تمام دروازه های دوزخ محکم می شود. برای کی؟ محمدی صلی الله علیه وسلم. شاعر میگه ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مؤمنان بوی بهشت. هر که در این ماه دل آزاری کرد نه بوی بهشت بیند و نه روی بهشت. کسی که میگه در این ماه مبارک دل آزار باشد، کسی را برادرش یا زنش آزار کرد، یا خواهرش آزار کرد، یا برادرش آزار کرد، یا همسایش آزار کرد، بوی بهشت نمیابی. همین باید مؤمن انشاءالله دل آزار نباشد. عزیزان من، کسب مؤمن همین است که دائم لفظ شیرین داشته باشد.
پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم گفتند 4 گروه انسانان در جنت عاشق است. 4 گروه انسانان را دائم جنت بیا 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 سوی من نکتس، بیا بیا بنده خدا بیا. یکتش میدانه کی است؟ یکش کسی که روزه ماه شریف رمضان میدارد. یک ماه انشاءالله خدا خود با خرسندی با خوشبختی پیشواز میگیرد. حتی در جنت دروازه است. این فی الجنت باب یقال له الریان لا یدخلون الا الصائمون فی شهر رمضان. یک اللهی دروازه 8 جنت است. یک دروازش برای کی است؟ روزداران محمدی صلی الله علیه و سلم. ان فی الجنت باب یقال له الریان لا یدخلون الا فی الصائمین. فقط روزداران یگان کس اونجا راه نمیدادند. این بخت نیست برای ما و شما؟ هر یک عمل شما خدا خواهد مقبول. حتی بینن در وقت افطار کردن، بینن وقتی که انسان بالای افطار می ایستاده است، الله سبحانه و تعالی تمامی فرشته ها که نظارت میکردن با شما را الله میدیده است. خدا میگوید بینن فرشته ها شما گفتن که انسان ناآفر خیلی ناحق میریزن گفته بودن، امروز بین که از خاطر من از ترس من در پیش بالای میزش تمامی ناز و نعمت است، انتظار فرمانی من کشیدن که کی بانگ الله اکبر میشود و بعد چیکار میکنین؟ روزه ها رو میکشین. میرین همین حالت نه الله به نظر رحمت نگاه میکنه است. کسی را که الله به نظر رحمت نگاه میکند دوزخ برای به حرام است. عزیزی من بین برای در این ما انشاءالله خدا خواهد میدانین این روزه فرض الهی است. پیغمبر بزرگوار میگن بنی الاسلام علی 50 ان شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. متفق علیه حدیث است. اسلام ما و شما 5 ستون دارد عزیزان من. همین خانه های ما و شما ستون دارد. همین خانه بینید با ستون میستد قرار تو بینید. اگر ما و شما دین مونم 5 ستون دارد. همین 5 ستون برپا شود دینت برپا شد. یکتش لا اله الا الله محمد رسول الله است. یعنی اول ایمان بیار پیش از روزه گرفتن، ولی بعضان نماز نمیخوندن، ماه رمضان روزه میگه چی فایده؟ ولی اینکه اول الله شناس، الله انشاءالله تنگیر. دویم 5 وقت نماز در وقتش خون. عزیزی من 5 وقت نماز فرض است. اینم از نماز کی زیان کرده است بگو عزیزی من. نماز خوانیم بنده خداست، امت محمدی صلی الله علیه و سلم است. بعد از این زکات مال بده. من عزیزانی من در ماه رمضان انشاءالله خدا خواهد می‌دراید یک روزک بشی خدا خواهد کلکولیتر تو بگی 1 ساله درآمد جمع کن. این ماه خیر است، این ماه احسان است. در همین ماه بیچاره کمبغل ها، بیچاره محتاج ها، بیچاره انشاءالله خدا خواهد یتیما را سراش سیلک نکن، چورت نبزن. 85 گرم طلا اگر داشته قیمت داشته باشی در نزد شریعت با حساب بشه. او شما بگاتی هستی. 85 گرم طلا اگر قیمت پول تو باشد شما بگاتی با حساب میشین. وقتی که شما با حساب شدن شما در زکات فرض میشود. این زکات عبادت مالی است عزیزانی من. ما عبادت جانی میکنیم، مالی میکنیم، زبانی میکنیم. همین عبادت مالی است. با واسطه زکات جنت خدا خواهد پرناز و نعمت میابید. با واسطه چی؟ همین زکات انشاءالله خدا خواهد. جمع کن رسد ته نرسد هیچ زیان ندارد. تو هم دیم که 25 میلیون نشان می امروز چند قدر باشه پرسن طلا قیمت 200,000 است، 300 میزنی خدا خواهد 85 گرم شه میزنی چند که شود 2.5% میتی خلاص. این قدر رو برند درجه پول حساب نمیشد که اول بانکراش رو گوشیده بره. لیکن الله سبحانه و تعالی گفت که 500,000 شود 5 میلیون 50 میلیون کنه گردوندن میته تا سال دیگره. خدا تمام همون مال تا کفیلش هم بگیرد. بانک الهی نمیدروید. پول شما بانک الهی نه که دورمد، ولی بانک هست که گمدان بانک است. میمانیش یک پاس میبینی که خوردهش.
و بعد بازی بوماس کن بچه های ما شما از خدا ترسین قمار حرام است. ولی بعضی ها بازی ها مثل در تلفن ها دمست باید دادست است. بعضی ها $10,000 رو در این سوق زمین شنیدم. $10,000 ماشینش چقدر قوتیده بوده و حرام است. اگر وی حلال دانی کافر میشه. خدا عقل داده است، مهنت کن انشاءالله. $10,000 باشد خدا خواهد یک کارخانه کشا، یک مکان بیزنس کشا، زندگی در جمهور حلال. این هم عبادت است. سودارم عبادت است. الحمدلله خدا عزیز میتید. ولی از این چیز ترس بچه های شما بازی دارن امروز و حرام است. و دشمن های اسلام برای غارت دنیای ما و شما چه میکنند؟ خودت پول میره در شهری روز 4 سال و 5 سال از زنت خدا خواهد جدا، از مادرکت، از پدرکت، خواهر و دادرت، از همنشین ها جدا. بیا با در 1 ساعت زن بایستی. برای خدا سبحانه و تعالی سوره مائده را خون. من هر یک تشمون الحمدلله کتاب است امروز قرآن به هر نمود تفسیرها دارد. همین کتاب سوره مائده 90 آیت را خون. الله سبحانه و تعالی 4 چیز حرام کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردی، ایمان نآورداشی تنه حلاله، ایمان نداشتش قمار زدنگی. خدا گفته کسانی که ایمان آوردن به یگانگی من. خودت مسلمان میگیری، بنده خدا میگویی، امت محمد میگویی، یکم عرق برده حرام. عرق نخور عزیزان منه، عرق حرام است، عرق نجاست است. ولی چی میخوری؟ عرق میخوری خدا خواهد دنیا را نست داری. زن تا زده ساده، پدر تا زده، خانه تا داسته، در کوچه تارش کسته، ناموست نیست. از دهن نجاست میرزد، ناموست نیست. اگر هم خلقات گرفته در تلفنت پرتین خدا خواهد 1 هفته کوچه نمیره. ای ناموست. خدا دونست که 15 عصر پیش این برایش ما فایدهش نیست عزیزی من. دیم خدا گفت الخمر والمیسر، قمار حرام است عزیزی من. قمار بازا جا دوزخ است. کسی که قمار بازی میکنی ما میدانیم آدم های هستن که خانه شبای دادگی است، زن شبای دادگی است، دختر شبای دادگی است. تاریخ نشان میتید. بابا آباد صحبت کرد ماشین شبای دادگی است از روی قمار. خدا دانست که زیانش مومن است، خدا حرامش کرد. انصاب میگه بت پرستی حرام. عزیزی من بت پرست نشو. حالی ما بت پرست داریم امروز. ولی عروسا در اطراف الان میگردونی همین بت پرستی شرک است. یا یک خانواده کس وفات کنه چه روز پلیک در میگیرن در یک برچک، سر در میگیرن در پلیک در میگیرن. این حرام است. این علامت هم بابای زردوشی ماه، الله پرستی ماه. خدا ترس تو، خدا پرستی تو، الله پرست نه. سوم فالبین حرام است. چهارمش فالبین بخشیگی. کسی که پیش بخشی میرود تاریخش بیان نکند، پیش بخشی میرود نبینه کارم کشایش نمیده، پیش بخشی میداد. پیش الله نرو بیار کار تکشم بخشی و کافر است. ویدش وای مشرک وای پیش چی میرید؟ نماز خان اگر روید نمازت قبول نیست. 20 سال اگر نماز خون داشتی برفتی گپی فالبین تصدیق کردی، گل کنی تصدیق قول فالبین یا کنی دشنامی رب العالمین یا خدا حقارت کن یا بره گپ هم کافی را تصدیق کرد. ایمانت نیستوزه. 20 سال نماز داشتی نماز تاییدیه میکنی، ایمان میاری. با لا اله الا الله میگو باید دیگه خدا ایمان میاری. چنان 4 چیز دشواری دارد. در یک لحظه کافی میشوی. خدا نگه دارد. کار تکشایش میدادگی الله هست، کار تکشایش میدادگی نماز است. کارت باید میگد پرفیض. کارت خواهی که شود پرفیض و پربرکات باید که نماز خونی. نماز خونی انشاءالله. رو به خدا بیار و زنده است و همه چیز نقادر است. این مخلوق چی نقادر است؟ من میدونم هم بخشی ها خودش زن نداره، حتی دختر روم کرده گیره چی روش سیه میگیره، یا خیلیش بچه ندارد. هیا زنه که گیره بچه کنوند
کی نرفته به پیش تصدیق میکنی؟ ای خدا اگر حلال میبود خدا قرآن حلالش میکرد ما شما را میگفتیم من کارک نداد نیده برا خدا انشاءالله چون تا رشته سرخک سیاه میبندد خدا میپرته دیده که خدا زنبور ولی بعضی او چه زنبور در دنی سیبا میگد کدام زن بچه میگد در فرگانه سیبا آرده میگد در دنی اشقا میگد ای چای زنبور آقای بیچاره زنبور خونه شده مو یک زندگی شکل های چکری میگد این زنبور رو میچسبیده است روچی های هیچی نمیشه این دروغان تکیه نکن تکیه به الله کن این شرک است عزیزی من شرک و چون خدا مونده امروز تکیه به مخلوق داری کافر میشوی مخلوق کتی نکن خود مخلوق ایده از هیچی نمیاید او خالق است که همیشه کارش مکشاش میتید برای چی سوداد نمیدم میدانی من گمت سوداد نمیدم اوزد ایوه برکه میبرم موضوع کار میدگیش دروغچی هستی بانکرات میکنه یک مغازین تا 3 نخ میفروشی خود جدا میفروشی زن جدا میفروشی دختر جدا هم یک تا خدا خواهد خنده تا اگر 10 سوم فروشیش زن 12 میفروشش دختر 15 چی 3 سوم کار کنی و آدم خریدگی اونجا میرا میپرسن چند تا خریدی؟ 15 این اول من 10 خرید دادم این روسیه این نیرنگ بازه دیگه که نیرنگ باز ده بانکرات شده برفته حق کار کن دویم بانکرات میکنه که ترازه این ترازه نزن انشاءالله خدا خواهد مون در بالاش قیمت‌تر مون نه که از ترازوان میدونی خدا بر سوره مطففین است 30 پاره خدا خواهد انشاءالله 30 پاره سوره مطففین است یکم آیت میگه استعوذ بالله ویل للمطففین وای بر حال آنان که ترازوان هستند الذين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون میگه وقتی که اگر با فایده خودش میگیرن میگه وزنی کنه میگیرن ولی باشه یک کچکا فروش باشه بیچاره در گوشاش لقل میزننش با یک تنخ جدایی حساب این حساب اینا نمیگه ترازه وزن میکنه میگه وقتی که مردم نمیفروشن میگه سبوک میکنه جو دوزخه حقی کس روز قیامت جواب میتی اود نبرار در بنده 2 حق است ایما کشیده هم بنده 2 حق است حق الله حق العبد حقی خدا نماز روزه زکات حج خواه یغفر لمن یشاء من حضرت خوندن و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء کسی خدا خواه مغفرتش میکنه کسی خواه عذابش میکنه نیک حقی بنده را نمیبخشد خاره نشو شاید میگه دانه گندم از چی؟ یعنی سبزه زمین از دانه گندم میشود تلخه جان کندن از مال مردم میشود همین مال مردم خوری خدا خواهد انشاءالله دوزی و در دولت هم دوزی دست یعنی خدا خواهد خودی ما بیچاره بریزی گپاس بلد آسته نیمشه میخرن وای حقی بیچاره حقی یتیم انشاءالله جواب میتی خدا خواهد دمی مردن خدا بخواد 6 ماه عذاب میکشی 6 ماه در حلقت میجوشه این دنیاش آخرت نکو مال مردم اگر مار و کجدم میشود روز قیامت مار میشه کجدم میشه بگذد کاش که کجدم اینا رو 15 با پتنگلیت کنن و خدا خواهد اونجا پتنگل نیست که تا اکلت کنن از سالها در میکنه جاش خدا ای خدا ترس حلال زندگی که حلال خی انشاءالله خدا خواهد یکی دیگرش میگه مشتاق جنت کسی که زبانش خدا خواهد شیرین است زبان تا شیرین که عزیزی من خدا خواهد من در این ماهی مبارک می آید الحمدلله به از ماهی مبارک هم انشاءالله نسبت زن تو نسبت بچه ها تو نسبت همسایه تو نسبت خدا خواهد محله نسبت خیش و اقربا زبان تا شیرین که انشاءالله جنتی هستی اگر زبانت فحش باشد اهل دوزخ هستی یا نبرد پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم بین یگان جان حقارت کردگیش از خیگو من در فلان حدیث خواندم محمد دایم حقارت میکرد مثل ما مادرت میگفت خواهرت میگفت دادرت میگفت زنت میگفت محمد از کجا گرفتین؟ این از اسلام دور شدن است از اسلام بگانه شدیم از اسلام دور شدیم از صحبت عالما دور شدیم امروز چی شدیم؟ حقارت کننده شدیم امروز دل آزار شدیم امروز خدا خواهد میناختگی شدیم فحش و فاحشه میگفتگی شدیم خدا نگهد برای مردک نمیزیبد برای مسلمان اگر جنتی باشی از این توبه کن زنی بیچاره تا سوالش میگوی
کاش که کلمه نمیفهمم بیچاره بوینو بخسر میشه که مالدز گفتی ای رحمت زحمت گفتی اگر بدونه گریون میخفه که اثبات کنه تسولی چی ملا یا تو باید چی میگویی همسری خودت که چند سال از خدمت میکنن یا که بعض جوان هست که مادر یک دیگه تمنازه ای خدا ناموس نمیکنی جوره که خدا خواهد 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال از جورگی میکنی یک مدرش اگر اپتا فلان کنی این شرمندگی برای مسلمان مادری خود تاخد که این کلمات گناهگار میشه خلاص پیش الله یکی دیگرش مشتاقی جنت میدانی چی است کسی که گرسنگان سیر میکند عزیزان من خدا خواهد این ماهی چی است خیر و احسان است در این ماه بیچاره محلت یک یتیم است یک جا موندگی است بیمار است انشاءالله خدا خواهد کسل ها است بوده یا هر روز خدا خواهد 4 تکی نون بوده خبرش گیر احسانش کن خیرش کن انشاءالله خدا خواهد سر او بیچاره را سیله کن انشاءالله جنت میدوی پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم خودش یتیم بود یتیما را دوست میداشت خدا سوره والضحی را خوان چی میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما الیتیم فلا تقهر ای محمد یتیما را تحقیر میکن یتیما را آزار نده با زبان تو با دست تو آزار نده محمد صلی الله علیه و خدا اینو تعلیمش داشته است فلا ترود السائل وقتی که نزد دروازه یک بیچاره نون گفته می آید بیل گفته می آید تبار گفته می آید یا پول گفته می آید باید نگردم گفت و سائل نامد نکه گفت بین عزیزی من ما و شما مسلمان ها باید که یک دیگر رو دوست داریم مثل یک برادر باشیم خدا قرآن در معلوم میکند انما المؤمنون اخوه مؤمنان مگر به دیگرش اکاو دادند این گجاش اکاو دادنی خوانند مباد آش خوده بیسی اگر همسایت به تایستر نمیتکش همین مؤمنی هست مؤمنی رزقش در همونجا خدا باید رزقش داد نعبرات خدا خود مجبور کرد درارش نعبرات چیکارش کرد انشاءالله باید چونکه مهمان الهی است حضرت موسی را خدا گفت ای موسی من به تو 2 نصیحت میکنم شبی کوی تورنده خدا موسی کلیم الله با خدا گم میزنه اگر گفت موسی مهمانی من حرمت کنی دیدار من نشونت میتیم اگر مهمانی خود حرمت کنی جای جنته حضرت موسی گفت خداوند مهمانی تو کیه مهمانی من کیه مهمانی من گفت ناخواست در خیال نیست یک مهمان میآید درت وای مهمانی من ای گفت و میگن که اوزو که گن عطای خدا چقرب که گن بلای خدا داریم این حق خودت فعلا که بیایی گفت وای مهمانی خطه وای اگر عزت اکرام شد و جا بیاری جا جنته و مهمانکان ناخواست میآیند و خداوند میپرسندش حتی بینیم فرشته ها می اومدن نزد دروازه ما و شما با صورتی گدا شده میپرسیدن که اگر تی دعا میکرد اللهم اعطی مالا کثیرا لهذا العبد خداوندا این بنده تا مالی بسیار ده اگر نتیش دعای عبادت میکردن بانکروتش کرد بین این خدا حدو نمیسنجه ما و شما را حیات نبراریم ما در سنجش هستیم سوره ملک خوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا خدا میگه ما آفریدیم مرده را بین مرده را یکم پیش کرد ما آفریدیم گفت حیات زندگی را و ما شما را برای سنجش آفریدیم که کدام شما عملی خوب میکنید کدام شما فرمانی من میکنید کدام شما فرمانی محمد صلی الله علیه و سلم میکنید من روزه ما فرمانی کی است الله هست سوره بقره رو بین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون خدا میگه ای میگه آنان که ایمان آوردن فرض گردانیده شد برای شما روزه چنانه که فرض گردانیده شده بود با پیشین امتانم این روزه برای یک محمد نیست همه از آدم تا خاتم روزه فرض است این سنجش است این الله میسنجد میدانه روزه برای چی فرض شد الله سبحانه و تعالی بینن عقل آفرید عقل ما یک مخلوق است عقل آفرید خدا گفتش ای عقل پیشته بیا
پیشتر اومد میگن. عقل گفت عقیبتر برو، عقیبتر برو. گفت عقل گفت بگو تو کی هستی من کی هستم. عقل میگه با زبان شیرین گفت که تو خدای من هستی من بنده ضعیفی تو هستم. خدا گفت میگه به عقل من را در بهترین جا معینه انسان را جود کردم. نفس آفرید. ما شما نفس داره، نفس از دور موندن است. اگر چیکار میکنیم بعد همه کار میکنیم. نفس پرسید که خدا آفریدش، گفت پیشتر بیا از جاش نجنبید، عقیبتر بدون نجنبید. گفت ای نفس تو کی هستی من کی هستم؟ گفت تو هستی من هستم. خدا 100 سال آتش دوزخ نسوزوندش. نفس با بروش گفت برو آردنش پیش الله. الله گفت با ای نفس اینجا بیا نجنبید. عقیب برو اطاعت نکرد. گفت تو کی هستی من کی هستم؟ من هستم تو هستی. گفت 100 سال دیگه گشنگی مبتلاش کرد. بعد 100 سال چیکار کرد؟ بعد این اقرار کرد. گفت تو ربی من هستی، من یک ماه آزارش میدی. یک ماه این بدبختی نفسه چیکار میکنم؟ به واسطه روزه آزارش میدیم، مثل فرمان خدا بجا میاریم. الحمدلله عزیزان من. یکی دیگری خلاقت جنتی چی است؟ قرآن خوانه هستند. من این ماه مبارک ماه قرآن است. الحمدلله در تمام روی دنیا مسجداش بلبلای محمدی صلی الله علیه وسلم یک ماه چخچخ میکنن. الحمدلله میخوانن قرآن ختم ها میشود. ما چیکار میکنیم؟ راحت میکنیم انشاءالله. خلاقت این فرمان خداست. قرآن خواندنش فرض است مثل نماز. عزیزی من امروز میدانیم خانه شما در قرآن غریب است. القرآن و غریب بین قوم لا یقرؤون فیه. میگه قرآن میگه غریب است بین قومایی که باید تلاوت نمیکنن. یا نمی در خانه بیچاره شگفتیان و بلای بلا میگردونن. بلای بلا گردونی نیست، باید درونش دومده عمل کردن، خوانده از روی و استفاده بردن است. من سوره اقرا بینید محمد نه یکم آیتی که نازل شد چی بود؟ اقرا بود. خان گفت محمد علیه السلام، دان نگفت، فهم نگفت، خان گفتش. یک بار خانش گفت میگه جبرئیل همین قصهش دراز از قصه میگفت، جفیدش میگه سرش داد گفت که اقرا. رسول الله یک جواب دادن انا لیس بقارئ، من خواننده نیستم. جبرئیل من نمیتونم چه، چون که محمد یگان مدرسه خواندگی نبود، یگان مکتب خواندگی نبود، بدانش انسان بود. دویم مراتب میجفش اقرا میگد، با میگد انا لیس بقارئ، من خواننده نیستم. سوم مراتب چنان میجفش که محمد خودش روایت میکند قریب میکنه میگه جانم براید. بس سرم داد و میگد 5 آیت سوره اقرا خون. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این شعار اسلام است. این شعار یگان مخلوق نیست، ولی بعض مخلوق ها گرفته به نامش نیستش. خوانید باز خوانید. این خدا فرماشه. این خدا محمد گفت اقرا اقرا ایزن اقرا، خان باز خان، ایزن گفتگیش باز. این محمد شیار شه، این الله شیار شه. فرمان خدا یکم خان شد. محمد بچی شد، خواننده شد. الحمدلله یاد گرفت. پیغمبر در شأن امتای محمد چی میگه؟ خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما همان شخص است که خودش می آموزد و دیگران را با می آموزونه. بهترین شخص کو، بهترین امت. عزیزان من یادگیر میگن نمیتونم ای بای 28 حرف یادگیری قرآن خوانی. منم دیمهتاج ما دست شدگی 2 هفته شد در کوچه 50 بار 5 سال پیش میپرسیدن داماد جان کی دست میشنوشد کی بیزار میکردن. 2 هفته از 7 دونه که بچه شده است. بیا ما یادت میتی بیا. خدا خواهد انشاءالله در یک ماه قرآن خون نشه توف کو برا خونه. یک ماه نشه اگر تیارت نکنم توف در اون کو برا. من امروز امکانیت جناب عالی داد شوکت مرزا یش هست. الحمدلله همه ساحه در خدمت دارم. من تا جون دارم داشت میکنم. چون ساحه دنیا هم بی هر یک تا صاحب 5 ماشینی یا نمی. این خانه های زیبایی تو خانه های چیزا همه چشید تو فعل سیاست جناب عالی. وقتی که بالای تخت بود من یک شعار برداشت خلق باید شود من باید میشم گفت یا نمی.
5 سال پیش چی بود؟ اول خود دولت باشه میگو بعد خلق باشه. امروز برعکس شد. خدا خواست سمالات بیار خرمون خودت نه من مرحمت. 30 سال پیش میدان مستفیدا باشن 30 سال پیش ولسفت خیلی جنایت بود. این ولسفت چی هست؟ یک بچه هاش همه ایش دارن. همین اگلی دفراس میدادی پرکراتورا برده که تو پلک دیوتی ماشین میخردی ترمه میشدی. آدم ها دروغ و راست کاغذ کرد یک بلاک یک مسکیچه میکردن. با اکمه گرفتم اتمه جمع کردم فلان راستی رفتگی شاید 10 قاضی دروغ میکردی. در کوه ها میدونم مستفیدا پوز یک صحبت کرد. در کوه ها در هر جا شواکی بار میکردی. او بار هم ماشین فقط روسان به اجازه بود خلاص مسلمان ممکن نبود ماشین. هم تاشکن روسا را میادن هوای میبودند. امروز الحمدلله مسلمان صاحب دولت و صاحب علم شد یا نمی؟ این حق است خدا خواهد انشاءالله. خدا قرآن ده میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل الحق بگو حق اذا جاء الحق و زهق الباطل. اگر حق بیاید میگه ناحق باطل میشه. کنی و یک جاش ده همش باطل شد برفت. الحمدلله امروز حقوق داد حقوق بشر درجه بلندترین برمد. من امسال 2022 حقوق بشر ہے. باید چیکار تو کنه خدا خواهد انشاءالله. شکرانه کردن در کن الحمدلله. اکن با خدا دعا کن. مقصد جناب عالی هم چه قرآن کن. دو تا شعارش در کوچه شعار زدگی است درا بینش. جناب عالی سخنش است میگه کسی که با قرآن چنگ زند راه گم نمیشود. چون که قرآن هدایت است. خدا سوره بقره 2 آیه خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب است که میگه در این یگان شک و شبهه نیست. این هدایت کننده است برای پرهیزکارا، برای خدا ترسا، برای خدا ایمان آوردا، برای قیامت باور کنندگان این هدایت است. الحمدلله. یا یگان همین مولای سخنم ندیده کسی کشته گو که کشته. من الحمدلله خدا خواهد من از 90 سال در همین راه هستم الحمدلله. یگان کسی کشته مو برده. یگان گفت زدم که برادر تکش خواهر تکش دادر تکش دولت نیست و نابود کن. دینی ما و شما دینی چی است؟ خدا خواهد صلح است. دینی برادری است، دینی برابری است. این دینی تروریست نیست. از خدا ترس. تروریست نیست. جهاد هم که میشه. این جهاد هم معناش بچه ها نمیفهمند. جهاد برای حمایه دین است، برای نفت نیست، برای خدا خود پول نیست. محمد دنیا پرست نبود، برای حمایه دینش جهاد کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم. دینش حمایه کرد. ببینید ما نادرست اسلام ترغیبات میکنیم، نادرست اسلام مردم نمیفهمونیم عزیزی من. این چی است؟ خدا خواهد انشاءالله کسانی که خدا خواهد قرآن میخوانند البته جنت مشتاق ویا است. قرآن خوان شد انشاءالله خدا خواهد. قرآن رو بخوان چند انداز انشاءالله خدا خواهد. همه از بچه هاتون، دخترکاتون، آیلتون همه نماز خوان کنه خدا خواهد انشاءالله. عبادت کنن. شاید میگه گر بنده خدایی، گر فردی مسلمانی، گر پیرو قرآنی باید که نماز خوانی. تو مسلمان میگو ما دعوا میکنیم اگر یگان کس ما کافر باید از گریبانش میقپیم. تو چون من کافر گفتم من مسلمانم، اون مسلمانی تا که اثبات کنم خیلی کارت شود پرفیض میگد. من بین کارت شود پرفیض، روحت شود پر نور. این روح اگر خواهی که نور شود خدا یک سیما و سالین یک نور میتید و خاکای خطاب ادیوس خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد برای دمشه میگیره. همتا زیباگی نده که از زیباگی آدم ها سیر نمیکنن. خدا الله اینا محسوس نور دارد برای آدم ها عبادت کننده. سیما و صالحین نگن اینا اثر نماز، اثر طهارت، الوضو علی الوضو، النور علی النور. دائم به طهارت گرد خدا رو تا نورانی کرد میگیره. دائم کارت انشاءالله خدا خود برکت آدم میگیره. همیشه میگن نگه دارد خدا با واسطه نماز نگه میدارد. میگه باید نماز خوانی. نماز خون عزیزی منکن. امروز وقت شد الحمدلله. امروز صحبت عالما شد. نماز بخونه که عبادت کن. توشه آخرت هم کن. این توشه دنیات نه خدا خود جان میدی. خدا خود هر یک تا دردنی صندوقای چای میشه تمام دلار و تمام خدا خود با دلار بسنجید خدا خود کیلوش میکنی.
ذخیره دنیا نمیترسی، برای چه آخرت ذخیرش نمیترسی؟ فقط خدای مال نمیپرسد، از زن نمیپرسد، دنیا نمیپرسد، ای نماز میپرسد. روزی محشر که جان گداز بود اولی پرسش از نماز بود. عزیزی من از نماز میپرسد، از دیگر چیز نمیپرسد. خدا خواهد این دنیا ها دیگر در دویم درجه نمازت بود شود، خدا خواهد کارت بیپی انشاءالله. خدا خواهد هر یک تا دیله داری، آلی دیله که در گردنه که نیسته اشلیه نبراد و این میخونیمی نمیخونیمی. یعنی دو تا فرشته خدا خواهد کامera داره، مثل هم کامera ها سیوم که داره خدا خواهد انشاءالله. این راستنگیش نغزیات جپنگیش گناهات نیسته رفته است. پگه این دیله گفته پیش محکمه سود الهی میره. ولی گپای ما شما فکت میشه. روز قیامت هم که میبینی که همین داملا جکیده ساده و میگه خدا هم داملا پرسوندم جکی تو چی میگفتی؟ این جیندیش ده اینو بمباره ترسوندن ما میکنن. نگوی حسین وایدی کاشفی در سوره ملک دو مثل شعر دارد. وقتی که ما خدا دوزخ فرمان میکنه بره در حبس خانم پرتش، بعد در دوزخ میرتیم شاه دوزخ یک سخن میکنه است: بر در دوزخ از شما پرسند بر شما عالم نبود، گفته عالمان بر گوش احمقان افسانه بود. میگفته که هم دنیا عالم نبود، یکم پیغمبر نبود که شما گو ای را گردن و نماز میخواندی جنت میدومدی میگفته بود، لیکن ما افسانه حال میگه که کی رفته دیده اومده. حال میبینی خدا خواهد ایشوش بزن 10 سال بعد 20 سال بعد همون پیش الله میره. حالی عالم قبر دنیای قبر میدیم جواب میتیم، حالی حساب کتاب میتیم. حالی از میگه خانه تا گور 100 جواب است. ای خونه تا گور 100 سوال جواب میتیم. خود میگه که تو مردی خلاص شدی، نه خلاص نمیشه و گور دورمدی باز زنده میشه، جان تا میتیم. میپرسند خدا کیه، پیغمبرت کیه، دین چی بود؟ 3 تا امتحان داره قبر. از این امتحان گذشتی نجات یافتی، الا کار دشواره. بنده یکی او بدبخت است، جواب قبری او سخت است. یاد نبران اگر بدبخت خدا به ایمان نگه داره، به ایمان نره مبادا. همه بزرگان از خوف خاتمه میترسیدن، میلرزیدن که خاتمه هم چی میشده باشن. آیا به ایمان میرم به ایمان میرم، لیکن ما یک گرم ترس نداریم. همیشه دنیا ما شما چشمام نگرفته که عموما مردم به یاد نیست. کسی که میگه دنیا را دوست می‌دارد مردن بعد می‌بیند، کسی که دنیا را دوست می‌دارد آخرت بعد می‌بیند. عزیزانی من، ما نمیگیم شما دنیا نکنه، نکی خیر الامور اوسط میانه که دنیا را که آخرت کارشم کن ان شاء الله. خدا خواهد نماز تا بخون، طاعت تا عبادت تا عزیزی من. وقتم شده که عزیزان ان شاء الله خدا خواهد صحبت کنیم. صحبت بسیار است، لیکن امید میکنیم که انشاءالله خدا خواهد و یک غزل درباره رمضان است میخوانیم، یک چند سخن درباره کودک میگیم انشاءالله. خدا خواهد صحبت امروز با پایان میرسونیم. عزیزی من، برای همین خدا خواهد یک غزل زیبا است در بازی پیشوازگیری انشاءالله. خدا خواهد ما این مبارک این غزل قرائت میکنیم و خدا خواهد کمتر سخن درباره تربیه میگیم. خدا خواهد دعا میکنیم. آش داشت مرحمت کشین تا آش موندم تونت تمام میکنیم. خب یک بزرگان اسلام درباره ماه رمضان یک غزل شیرین دارن انشاءالله. خدا خواهد قرائت میکنیم. همه مخلصان باشیم انشاءالله به این ماه. الحمدلله شادی کنیم. یا دیگر دائم تبریکات. اگه عزیزان من، کودکان خدا خواهد از 9 ساله است دخترها ایاد نبران، بچه ها از 12 ساله روزه نماز فرضه. عزیزی من، خدا خواهد دخترکات 9 ساله که رسید نماز روزه طاعت عبادت سرش کرد. بچه ها 3 سال بعد میرسند 12 که دور مداشد در گردنش روزه گرفتن فرض میشد. این روزه هیچ کسی نکشته است. این دشمن ها اسلام روزه گیری اگر فلان نشه نه. بر روزه امروز در اروپا یک خدا خواهد بیست مستشفی است، بالینسه است، فقط بر روزه لیچه نمیکنن. این روزه میدانی خدا خواهد پارشینا تا خدا خواهد تجدید میکنن، وال تا خدا خواهد ساز میکنن. دیلت واله پارشینات خدا خواهد انشاءالله جگرت و گردات سنگات پنگات همه نمکات خدا خواهد سوخته فرمده میره. تا سال دیگه بعد زدن میگیری آشه گوشته می این دوکه می انشاءالله. خدا خواهد یک ماهک همه شیطانی ملعون یک آزارتیه یک فرمان خدا کنم. گفتی شاید میگه گفته خدا کنی شاد شوی، گفته شیطان کنی خار شوی. این ملعون ما هرچند ایره میزنمون نگی میگه میموری. نه هیچ کس نمرد از خدا خواهد انشاءالله. الحمدلله. گفتم که بر روزه امروز
من یک پروفسور که گفتن کردم میگه که هیچ نباشد در یک سال میگه کتابی بیاندم دست دنیایی کتاب شنه که در یک سال یک سوت که 24 ساعت باید که آدم گلادوف کشن اعلام کند گشنگی. من گفتم برادر این چی میشود؟ تایروی دنیا گفتم و همون چیزایی که گفت در درونش کیرم و پیرمای بلا و بدتلا گفت میمونند گشنگی هم سخت میشود. ببینید امروز دنیای عالما حرکت دارن که خدا خواهد این برای اکونومیکا نیست. و دشمنان اسلام یک وقتی گفته که این روزه برای اکونومیکا این روزه گشنگی میاد می قاطی میاد می سیری میاد می پوری میاد می این فرض رفتن میگیره تا قیامت. خدا نفته که زمانی گشنگی روزا تا بخره افتا گرمک شد بخره اگر کل باز میشه خدا خواهد رسیان پلان کشی بخره این فرضه یک روز چی نمیدانی 61 روز روزه میداری جنایت چی اگر قصدن خری 61 روز روزه میداری اگر نتونی میگه 60 مسکین خدا خواهد چی کنه میکنی سه به هر شکم چه سیر بکنی جزا شه این جزایی که روزه گفتی یا که یک تا خدا کم بگل 60 روز میپایش خدا نگه دارد. گیرم بچه ها انشاءالله خدا خواهد حقیقی ارگینال شدم مسلمان ارگینال ولی بعد ماه رمضان قریب شد بعد هر روز تلفن ما دم نمیگیرن دوبلا جان آشقزانم در میکنن دوبلا جان گردم چپش دست ای دروغ نگو اگر دروغی خدا خواهد آشقزان کسل بشه. همین امام بخاری بینه کتاب صحیح بخاری دارد دویم کتاب بعد قرآن نیستن دنیا ده همین صحیح بخاری یک کم ورق شبین امام بخاری آیت آورده که اونجا نه استعیذ بالله کل یعمل علی شاکلته سوره مشاور است در قرآن یعنی خدا میگه هر عمل های شما به نیت شما وابسته است. امام بخاری میگه کل یعنی انما الاعمال بالنیات همه عمل های شما به نیت شما وابسته است. اگر گوی دروغ که گردم در میکنه البته در میکنه چونکه نیت نخدا میتید اگر آشقزان تزک باشه و دروغ ایتر سه یک چون روزه خودیگه همین آشقزان دکنه البته عبیزت این آشقزان کسر میشه. نیت خوب که زورم گو زور میشه سیادم گو سیاد میشه ایلو کسر غالب دیو مجگاو شدی مجگاو میشه همون نیت دیده الله میتید. باید که ما مسلمان ها چی باشیم بقواد باشیم انشاءالله بابن. ولی حج بینن یک موسومشونه حج نه سه تا ویشه میگه پولوان یعنی رگت کن سبب کافی رو دوی مسلمان ها قواتش بقواد نکن میگن برجسته رگت میگه تا بقواد حشامت کتی رگت میگه کافی رو برنی نگاه که اینو بقواد بدیم سلابی نگرد میگه تا سه تاشا برجسته میدهی یا صفا مرونده میدهی میانش یک رنگ یعنی سبز ویا دارد رنگ ها دارد همونجا نمیگه برجسته قدمون موجیک شویده بین اسلام سلابی نشه مسلمان سلابی نشه. حضرت عمر یک آدم ایدن که همتری گشته این فایت رسته که گوی سرطه برداره این چوماری نگریده مسلمان باید که ارگینال باشه بخ باشه برای همین انشاءالله فرمان خدا که قوت پیدا شدن میگیره ذریعت زیاد شدن میگیره انشاءالله دلت ذریعت میگیره نورت گرده تمامی اعضات انشاءالله خدا خدا کش کده چی کار میکنه انشاءالله روزگی بعد من تلفن زنگ میگوی رحمت داملو فلان جمله میکرد تزک شده می این لیکن اساسی ما و شما اصلا خواهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد با ریزقی فراوانش ماهی رمضان آمد با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد با ریزقی فراوانش ماهی رمضان آمد زین امری خداوندی سر پیچی مکن هرگز ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد زین امری خداوندی سر پیچی مکن هرگز ای بنده به فرمانش ماهی رمضان آمد بکشاده در این جنت دوزخ درش
رفتنش بستم چون هدیه رحمانیم ماهی رمضان آمد بگشاده دری جنت دوزخ درش بستم چون هدیه رحمانیم ماهی رمضان آمد از تشنگی ترسانیم از گشنگی لرزانیم الله میکند آسانش ماهی رمضان آمد از تشنگی ترسانیم از گشنگی لرزانیم الله کند آسانش ماهی رمضان آمد یک ماه به ما مهمان یک ماهی پر از احسان بی نمایی پشیمان ماهی رمضان آمد یک ماه به ما مهمان یک ماهی پر از احسان بی نمایی پشیمانیم ماهی رمضان آمد از تشنگی ترسانیم از گشنگی لرزانیم الله کند آسانش ماهی رمضان آمد از تشنگی ترسانیم از گشنگی لرزانیم الله کند آسانش ماهی رمضان آمد الله کند آسانش ماهی رمضان آمد انشاءالله عزیزانی من افقاتم حضور شده است خدا خواهد لا کلام عند حضور تعام میگن وقتی افوا خوردن سخن کردن نمیشه عزیزانی من و یک بارش دید سخن به خدا خواهد قرائت میتیم انشاءالله خدا خواهد قرآن میخونم و خدا خواهد چکار میکنیم یا که بعدی افقات کنیم افقات خونه نوشمه خدا خواهد بعد یک قرآن میکنن خط و دعا میکنیم بعد خدا خواهد مبادا سخنی صح گفتاشیم حضور عزیزانی من چون که در ماه رمضان البته دیگر را بخشید لیکن از ریخ شما را ما دوست می‌داریم من شما را می‌سوزم ان شاء الله خدا خواهد من میخوام که همه شما جنتی باشید من میخوام که همه شما بنده الله باشید امت محمد صلی الله علیه و سلم ما شما را دوست می‌داریم بلکه از عصبی بعضی چیزا را سخت میگیم لیکن به فایده ما و شماست چون که من اکثر شما را میدونم نماز نمیخوانیم اکثر شما خدا را نمیشناسید اکثر تو عبادت نمیکنید من میسوزم که فقط در دوزخ نسوزیم حضرت عمر ابن رسول الله وقتی که سخن میکرد عایشه مادر گفتن رسول الله 2 رکعت نماز نفل خون در رکوع امتم گفت در سجود امتم گفت وقتی که سلام داد گفتن محمد اینقدر امتم میگویی من گفتن تا یک تا امتم اگر جنت ندارد من راضی نیستم ابوبکر صدیق میگه سخن شنید گفت که میگه به خاطر محمد خداوندا روز قیامت جسدی من چنان کلام کو که در دوزخ گیرد که یگان امت ندراید محمد آزار نکشد بین محمد چنان دوستی ما و شما بود الحمدلله همین پیرویش کنیم انشاءالله خدا خواهد دینش برپا کنیم انشاءالله نجات و سعادت انشاءالله در دنیا میشه